یه اتوبوسی که رانندش داشتش رانندگی میکرد، یه خانم پیرزنی هم صندلی پشت راننده نشسته بود و بعد از یه مدتی که این اتوبوس داشت حرکت میکرد، این پیرزنه میگه آقای راننده شما بادوم میخوری؟ خلاصه یه مش بادوم میده به این راننده میگه نه خیلی ممنون. میگیرن بادوم رو شروع میکنه خوردن. باز 2 مرتبه 10 دقیقه بعد میگه آقای راننده بازم بادوم میخوری؟ میگه بله نه یه خورده دیگه هم بادوم میرزه دستش. راننده شروع میکنه خوردن. میگه داده جان چرا این بادوم یه خورده نمناکه؟ میگه آخه عزیزم اینا بحث شکولاتاییه که مغز داره، من دندون ندارم که اینا رو بجوام، شکولاتش رو میزنم مغزاشم دارم میدم به تو بخوری.